ویکتور، کریستینا، جرمی، ما با ماه می رویم. آژانس کیهانشناسی آمریکا یا ناسا به پرواز نخستین تیم فضانوردانش به ماه آمادگی می‌بیند. آنها طبق مأموریت دوم ارتمیس برای اولین بار در تاریخ انسانیت در عمق کیهان یا فاصله دور از زمین چرخ می‌زنند. پرواز کیهان‌آوردان در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده در پس منظر رقابت‌های افزاینده با چین می‌خواهد دیگر باره پیشروی خود را در کیهان نمایش دهد. قرار است 3 فضانورد آمریکایی و 1 فضانورد از کانادا در روز 1 اپریل با کپسول آریون یا قالب امن کیهانی ناسا و موشک نظام پرتاب فضایی فرستاده شوند. به گفته لاری گلیز نماینده ناسا، سفر آزمایشی 10 روز را در بر گرفته. هدف سنجش وضع و تاب‌آوری کیهان‌آوردان در مسافه رکوردی دور از زمین است. این یک مسیر مخصوص است. وقتی ما به ماه میرسیم، جاذبه آن ما را به خود کشیده اطراف آن را دور میزنیم و سپس ما را دوباره به سوی زمین پرتاب میدهد. اگر کار طبق نقشه پیش رود، کشتی آریون با یک سیاحت هدفمندانه به سوی ماه می رود. از سال 1972 تا این جانب کسی به سطح ماه قدم نگذاشته است. این دشوارترین وظیفه ناسا بوده است که قصد دارد سال 2028 آن را در قطب جنوبی ماه تکرار کند. کیهان‌آوردان رید اوایزمن، ویکتور گلوور، کریستینا کوک و جرمی هانسن حالا به پرواز از مرکز کیهانی کندی آماده می شوند. ایالات متحده سلسله پروازهای دیگر را هم به فضا در نقشه دارد که باید در 10 سال آینده اجرا کند.